بعد شاید پخش میکنن که اختلافات گویا میان بزرگای ملت اسلامی هست و بر مبنای او اختلاف است که کسایی از افغانستان بیرون رفتن و کسایی به بدخشان و دیگه اولیت این نیست. اصلا هیچ نوع مشکلی در میان بزرگای ملت اسلامی نه وجود داشته و نه وجود دارد. هیچ نوع مشکلی نیست. در رابطه با اوضاع سیاسی نظام امارت اسلامی از اون وقتی که به قدرت رسیده در افغانستان دیگه به اون شکلی که کار را روان کرده، کار روان است. درست است که نظامی نوپا بوده دیگه آهسته آهسته انشالله خوب شده می رود، رو به ترقی هسته دارن. چند روز پیش شما شاهد بودین که ایده از نمایندگان امارت اسلامی حتی به ژاپن سفر کردن و در بسیاری از کشورها امارت اسلامی افغانستان فعلا سفیر دارن، نمایندای خود، دیپلماتای خود دعوا دارن. مثلا به سطح وزارت دفاع اگر من حرف بزنم در بسیاری از کشورها اتشه نظامی ما داریم دیگه. به اون شکلی که تبلیغات هاست دیگه شایعات است، به اون شکل نیست. الحمدلله دیگه اوضاع به شکل خوب و درست پیش می رود. در قسمت تأمین امنیت را ما برای مردم افغانستان اطمینان میدیم که نیروهای دفاعی و امنیتیشان آمادگی را دارن، توانمندی را دارن که از برای حاکمیت ملی افغانستان کار میکنن و از اراضی افغانستان، از تمامیت ارضی افغانستان دفاع میکنن و توانمندی دفاع از را دارن، توانمندی تامین امنیت دارن. امنیت در افغانستان الحمدلله کاملا تامین است، با وجودی از اینکه دشمنان زیاد تلاش میکنن که امنیت اخلال بکنن، ولی تا حال این چیز کردن نتونستن. امنیت تامین است الحمدلله، هیچ مشکلی در قسمت امنیتی ما نداریم، نیروهای ما نداره و نیروهای ما روز به روز در حال رشد و چی هستند، تکامل هستند. هیچ مشکلی در این قسمت دیده نمیشه. نظامی است برای فعلا که کاملا توانمندی را داره که از تمام قلمروی افغانستان دفاع بکنه. هر کس که امنیت اخلال میکنه او را توانمندی را داره که گرفتار بکنه و سرکوب بکنه. در عموم افغانستان بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان دیگه آهسته آهسته به سوی آرامش قدم میگذاره. یعنی او مشکلات های امنیتی که در سال ابتدا بود در سال دوم نبود، در سال دوم کم بود، در سال سوم نیست، در سال چهارم انشالله آهسته آهسته ختم می شود. البته دیگه داعش تو قوتی ندارد که بتواند در افغانستان که به سطح بالای امنیت چی بکنه، اخلال بکنه. کدام جغرافیایی هم در دست نداره، هر جایی که شناخته شدن در اونجا کوبیده شده گیستن. پیام ما برای همه ملت و مردم افغانستان است که برای رشد و ترقی و آبادی افغانستان تمامش دست به دست هم بدن و برای افغانستان کار بکنن. او کسایی که حتی از افغانستان ترک کردن، بیرون از افغانستان هم رفتن، پیام ما برای از وام است که در افغانستان بیان و برای افغانستان خدمت بکنن، زیرا کشور ما مستحق‌ترین کشورهای است در شرایط فعلی که برای رشد ازی، برای ترقی ازی، برای آبادی ازی باید چی شود، کار شود. و پیام ما برای تمام مردم افغانستان، ملت مسلمان افغانستان است که با نیروهای امنیتی و دفاعیشان در قسمت تأمین امنیت همکار باشند، همکاری بکنند و تبلیغات ها و توطئه هایی که دشمنای افغانستان از بیرون افغانستان علیه افغانستان میکنند از آن از را مشوش نسازد و به نظامشان اعتماد باوری کامل داشته باشد. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره